یه جوون بیش از همیشه میخواد، بیش از همیشه خیلی چیزا میخواد و کمتر از همیشه داره. این که جوانی پررنجه. من اون دوره هست که ماشین میخوام، 10 برابر برام مهمتره تا 40 سالگی. اون وقت ماشین ندارم، حالا 40 سالگی دارم. اینی که من از دست پدر مادرها هرس میخورم وقتی بچه ها میگن حالا صبر کنی بعدن، یعنی حالا برید شما فقط درس بخونید. حالا تو خوبه؟ حالا برن درس بخونن یا پس انداز کنن. من پولی که الان هست که $1 برای من $50 نگه دارم برای که اون زمان که $1 برای میشه 10 سنت. درستون رو بخونید، کارتون رو بکنید، اگه آقا هستید سربازیتون برید، ازدواجتون بکنید، بچه‌ها رو بزرگ کنید، نوه‌ها رو بزرگ کنید، بعد دیگه راحت و آسوده برید دور دنیا بچرخید. قربونت برم من در 70-80 سالگی دور خودم هم نمیتونم بچرخم. چرا برم دور دنیا بچرخم؟ شوخی دارید؟